سلام بچه‌ها، چطورید؟ تو این ویدیو میخوایم یکی از بهترین گوشی‌ها برای پابجی رو واسه شما معرفی کنیم که واقعا تکونده. حالا میریم ویدیو رو با هم میبینیم. ویدیو رو از افغانستان برای ما فرستادن. از اینکه ویدیو رو شروع کنیم خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. همین بحث در اول ویدیو صفحه یک کمی سیاه شد، یک کمی نمکمل سیاه شد. حالا او پابجی رو مخفی کرده بوده، به خاطر همین شد. دوستا اگه خواسته باشین ویدیو یا مخفی کردن برنامه ها رو براتون میذارم. حالا بریم ببینیم که این چه رقم است. ببینید دوستا، نه وی پی ان میزنه نه دی ان اس، فقط با داده تلفن میره تو پابجی. حالا صبر کنید. دوستا من نیومدم برای شما تلفنی رو معرفی کنم که قیمت بالایی داشته باشه. این گوشی قیمت پایینی هم داره. نمونه های رو براتون میاریم که قیمت های پایین و کیفیت خوب داره. حالا ببینید واردم شد. واقعا این گوشی من اصلا خودم باور نکردم. از این گوشی من خودم استفاده میکنم، اما تو افغانستان واقعا ترکونده ای. حالا این دوست من نخواسته که نامی از اکانتش نشان داده بشه. حالا تو میدان اگر تو مقام یک تست بکنیم، ببینید دایجا 168 و دبین 180 160 قرار داره این مسیج. حالا توی مپ ببینید چه رقم است. فکر امروز توکنای امروزش هم نگرفته بوده ای دوستا. جو طلایی دوستا، در مورد جو طلایی هم یک کرد اوپنینگ میذاریم وقتی که بیاد. یک وی پی ان خوبی هم براتون معرفی میکنم که با اون کرد اوپنینگ کنین. حالا چینل ما رو حتما سابسکرایب داشته باشین تا از ویدیو جا نمانید. حالا داره میره تو مپ. واو، بفرمایید دوستا، قسمی که میبینید 20 ام اس است. حالا این ام اس اصلیش این است. ببینید 42 46 40 از فکر کنید در بین 30 و 70 قرار داره. این واقعا خوب است. حالا که بدون وی پی ان و بدون دی ان اس با این ام اس کار میده. اگر یگان وی پی ان خوبی هم بزنید بهترین میشه این گوشی. منم از همین دارم. البته با خاطری که تحریم هستیم از من نمیشه که بدون وی پی ان و دی ان اس وارد بشه، اما در افغانستان میشه. دیگه گوشی ها نمیشه. من روی ردمی نوت 11 هم تست کردم، نشد. خیلی خوب دوستا، حالا میریم نام از این گوشی رو براتون معرفی میکنیم. نام از این گوشی هست ردمی نوت 10 که شیائومی 12.5 است. فکر کنم شیائومی 12.5 شاید باشه. شما میتونید شاید هم 14 باشه، شیائومی 14. ردمی نوت 10 است نامش. شما میتونید با 11 میلیون اینا تهیه کنید که بهترین کاربرد داره و بهترین گوشی هم هست. دوستا، این بود از ویدیوی امروز ما. امیدوارم که ویدیو مورد پسندتان باشه تا ویدیوهای بعدی شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. و اگه از ویدیو خوشتان آمد حتما این ویدیو را لایک کنید و کانال ما را سابسکرایب کنید که ما گفتم معرفی چند تا از بهترین گوشی‌ها برای پابجی اولیش هست. حالا در ظرف یک دو هفته چند تا دیگه هم براتون معرفی می‌کنم. بخیر باشه.